بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری. به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اللهم آمین. سلام مردم، هم نفس یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و افتخار میدین تا پایان برنامه یاد خدا همراهی میکنید. برنامه‌ای که انشاءالله مزین خواهد شد به کلام نورانی امیرالمؤمنین در یک اثر گرانسنگ و ماندگار از مرحوم سید رضی که لقب اخوالقرآن پیدا کرده به نام نهج البلاغه. انشاءالله محضر کلام نورانی امیرالمؤمنین خواهیم بود، پیرامون نهج البلاغه خواهیم شنید از کارشناس محترم برنامه‌مون، متخصص و بلد راهمون در این مسیر، در این چند برنامه که پیرامون نهج البلاغه میشنویم. انشاءالله کسی نیست جز حجت الاسلام و المسلمین اعوانی عزیز که تا لحظاتی دیگر قدم به چشم من خواهند گذاشت و ما انشاءالله برنامه‌مون رو در این مکان نورانی مقدس و چشم نواز و دل نواز، یعنی شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها، آستان مقدس کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع خواهیم کرد و گفتگومون رو تقدیم محضر شما خواهیم کرد با افتخار. بفرمایید برنامه خودتون یاد خدا. خب قراره که حاجای اعوانی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن دست من و شما رو بگیرن، ببرن به گلستان خطبه ها و نامه ها و پندها و حکمت های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف و اونجا ما بهره‌مند بشیم، حظ ببریم از فرمایشات گوهربار و نورانی و تأمل برانگیز امیر بیان مولای متقیان امام علی علیه السلام. با افتخار با اجازه شما خدمتتون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید، قبول باشه زیارت. سلام علیکم، سلامت باشید انشالله. منم خدمت شما و همه کسانی که ما رو میبینن و صدای ما رو میشنون عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هست. مخلصیم، سلامت باشید. یه دفعه جا خوردم، فرمودید عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع جدید بود، من تا حالا اینجوری نشدم و خیلی جالب و تاثیرگذار. خب عرضم به حضور شما که من با اجازهتون عرض کردم که ما موضوعمون نهج البلاغه هست و میخوایم بریم محضر امیرالمؤمنین و درس زندگی بگیریم محضرشون. منتها اگر موافق باشید به عنوان مقدمه به نظرم لازم باشه اول یه قدری راجع به خود نهج البلاغه از شما ما بشنویم. کمتر بیشتر هممون این چیزایی شنیدیم، اما یه معرفی از نهج البلاغه داشته باشیم و بدونیم که چرا ما حالا قرآن داریم دیگه، کلام خدا رو داریم، چه نیازی هست ما حالا بریم محضر نهج البلاغه‌ای که حالا بهش لقب اخوالقرآن هم داده است، اهمیت و جایگاهش. انشالله اول جلسه از همه بینندگان عزیز تقاضا میکنم امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنم. خیلی خوب، انشالله خیلی خوب. شروع کنیم عرض. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. خدا خیرتون، خدا حفظتون کنه. عرض کنم محضر شریفتون که نهج البلاغه جناب سید رضی که در واقع باید بگیم کتاب سید رضی، جناب سید رضی، ایشان خب میدونید این نهج البلاغه رو در چند سال آخر عمر شریفشون تألیف کردن و یک عالم اون تألیف آخریش در واقع ثمره عمرشه. در قرن چهارم خطیب مشهوری بود به نام ابن نباته. خب اینا خطابه میگفتن و خطابه های بسیار قرایی هم میگفتن و مورد توجه بودند. جناب سید رضی نهج البلاغه رو کمان که خودش در مقدمه این کتاب میفرماد با سبقه بلاغی جمع‌آوری کرده. خب سید خودش ادیبه، در کنار علوم مختلفی که خدا کمکش کرده فرا گرفته، از جمله در ادبیات عرب بسیار استاده. او این کتاب رو تألیف کرد، جمع‌آوری کرد و به همین جهت نوع خطبه های نهج البلاغه مقطوعه. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام فرض بفرمایید 1 ساعت مثلا خطبه خوندن، جناب سید مثلا یه جا 1 ربعش آورده، یه جا مثلا نیم ساعتش آورده. اون چیزایی که از نگاه او از نظر بلاغت در اوجه، همه حرفای حضرت در اوجه، اما چاره‌ای نیست، باید ثواب بکنه و انتخاب بکنه، اونها رو جمع‌آوری کرده. وگرنه معارف نهج البلاغه قبل از جناب سید رضی بین مردم موجود بوده. مثلا مسعودی
کتاب تاریخ مهمی داره که معروفه به نام مروج الذهب مسعودی. ایشون در جلد دوم این کتاب میگه الان که من دارم با شما صحبت میکنم در حوادث مختلف 480 و اندی خطبه نزد مردم موجوده. یعنی جناب سید رضی 241 شو آورده، یعنی دقیقاً نصف. همین نصفی هم که آورده عرض کردم نوعاً مقطوعه، چون با سبقه بلاغی آورده. تا اونجایی که ابن ابوالحدید این شارح نهج البلاغه که خب از اهل سنت هم هست، اونچه که حسب ظاهر مشخصه، ایشون در ضمن خطبه 108 امیرالمومنین علیه السلام وقتی متوجه میشه بعضی ها کلام امیرالمومنین رو با امثال ابن نباته مقایسه میکنن، ناراحت شده. ایشون میگه 1 سطر از نهج البلاغه با 1000 سطر از کلام ابن نباته برابری میکنه، بلکه بیشتر. از جرداغ فکر میکنم باشه، نیست؟ نه، این رو که جناب ابن ابوالحدید داره این از ابن ابوالحدید همینطوره. در پاسخ اون کسانی که فرمایشات امیرالمومنین رو با ابن نباته و خطبه های او دارن مقایسه میکنن. بعد ایشون میگه حرفایی که ابن نباته میزنه و خطابه‌ای که میکنه در مقابل کلام امیرالمومنین مثل کلام شاگرد در مقابل استاده. یعنی یه کسی مثل ابن ابوالحدید که خودش بالاخره تو این فضا کار کرده، زحمت کشیده، اینطور داره صحبت میکنه. اما اهمیت نهج البلاغه رو اگر اجازه بدید ما باید از جمله اینطور مورد توجه قرار بدیم. نهج البلاغه معارفش بخش قابل توجهیش در زمان حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش شده. نه همه نهج البلاغه، ولی بخش قابل توجهیش بلکه غالبش در زمان حاکمیت امیرالمؤمنین بیان شده. یعنی امتی که تحت لوای امیرالمؤمنین علیه السلام دارن زندگی میکنن در دوران حاکمیت ایشون چطور بودند؟ حاکمیت امیرالمؤمنین و نگاه ایشان به جامعه، به مردم، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، به لحاظ فردی، اخلاقی، نگاه امیرالمؤمنین چه نگاهیه؟ یک موقع هستش که ولی بزرگوار خدا در زمان غیر حاکمیت خودش داره یه صحبتایی رو میکنه، یه موقع در زمان حاکمیت خودش. ببینید مرحوم کلینی در کتاب الحجه اصول کافی بابی داره تحت این عنوان: باب و سیرت الامام فی نفسه و فی المطعم و الملبس، چه زمانی؟ اذا ولی الامر. آقا سیره و روش امام معصوم در مورد خودش، در مورد مطعم خوراکش، ملبس پوشاکش، زمانی که خودش در رأس حرم حاکمیت، سیرش چیه؟ روشش چیه؟ یعنی یک عنوانی است، یک بابی است. اما امیرالمومنین علیه السلام الان دقیقاً در زمان اذا ولی الامر قالب این فرمایشات رو مطرح کرده. از این جهت که ما هم الان در دوران جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، هم مهمه که نگاه حاکمیت به مردم باید چه نگاهی باشه، هم نگاه مردم نسبت به حاکمیت باید به چه صورت باشه. چطور باید حاکمیت رو یاری بکنن، حاکمیت باید چطور برخورد بکنه با مردم. خب این مهمه که این چند سالی که امیرالمومنین علیه السلام موفق شدن اون حاکمیت رو داشته باشن به چه صورته. مثلا اگر اجازه بدید من برای اینکه بهتر مطلب جا بیفته یه نکته رو محضر مبارکتون و بینندگان شریف عرض بکنم. مثلا در روایت دوم همین بابی که الان عرض کردم، درست، با کتاب الحجه، باب و سیرت الامام فی نفسه و فی المطعم و الملبس اذا ولی الامر، روایت دوم باب رو نگاه کنید. روایت از معلی بن خنیسه. معلی میگه من یه روزی به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا ذکرت آل فلان. آل فلان منظور بنی عباسه. من بنی عباس رو یاد کردم و ما هم فیه من النعیم، و اون نعماتی که در دست ایناست، کنایه از اینکه زر و زور الان دست ایناست، ثروت و قدرت الان دست ایناست. فقلتو، با خودم اینطوری گفتم، لو کان ذاک، اگه اینا تو دست شما بود، لعشنا معکم، ما هم خلاصه کنار شما خوش بودیم، بالاخره ما آدم شماییم. معلا تا این حرف زد امام صادق فرمود هیهات. هیهات بینندگان محترم شما خوب میدونن، حضرت علی در جریان هستید، اسم فعله به معنای بعده، یعنی دور باد. امروزی بخوام ترجمه بکنم یعنی عمرن، محاله، امکان نداره. گفتم چطور آقا، بالاخره شما در رأس، ما هم کنار شما خوشیم. فرمود لو کان ذاک، اگر اینی که گفتی بود، ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، این نبود که ما شبها مشغول برنامه‌ریزی و تدبیر نسبت به امور بودیم و روزها میرفتیم این ور اونور برای اجرایی کردن اون حرفی که دیشب تدبیر کردیم. این یعنی کار جهادی.
می‌بینید ولی بزرگوار خدا اگر در رأس هرم حاکمیت باشه شب و روز نداره. این معنیش اینه اگر کسی میخواد این وجود مقدس رو در رساندن به اهداف شریفش یاری بکنه، او هم شبانه روز نداره. با این نگاه هر کسی دیگه جرئت نمیکنه کنار ولی خدا قرار بگیره. میدونید در چه جهت عرض میکنم؟ ادامه روایت گوش کنید. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند هل رأیت ظلامة قط؟ آیا تا حالا دیدی حق کسی رو بخورن ولی براش نعمت باشه الا هذا؟ مگر اینی که الان ما درش هستیم؟ فرمود الان کار دست ما نیست، دیگران این رو از دست ما خلاصه گرفتن. الان شما هر جور بخواید استراحت میکنید، هر طور بخواید میپوشید، هر طور بخواید میخورید. کار دست ما بود این خبرها نبود. شبانه روز نداشتیم. بعد فرمود خوراک من اکل الجشب. جشب به غذایی میگن که شاید بو نداره، یعنی فقرا شاید به زور بخورن. و لبس الخشن، لباس هم لباسی بود که نوع فقرا میپوشیدن و غذا هم غذای فقرا. اگر کار دست من بود این بود. این ببینید این نگاه رو الان شما در نهج البلاغه میبینید. یک موقع است یه سری حرفا رو ما در کلام بیان میکنیم، یک موقع است این حاکمیت رو الان به لسان مبارک امام صادق که فرمودن الان در امیرالمومنین داریم میبینیم. حالا نهج البلاغه تبلور این نوع نگاهه. یعنی امیرالمومنین که الان خودش در رأس حاکمیته، شب و روز نداره، نمیدونم خوراکش اونه، پوشاکش اونه، و از طرفی هر کس در کنار او قرار میگیره، قاعدتا باید فراری باشه یه جوری پست و مقام، چون امیرالمومنین که شب و روز نداره. آره ببین من درست متوجه میشم، چون با این سوال شروع کردم مگه ما قرآن نداریم چه لزومی داریم بریم محضر نهج البلاغه. اینجوری میتونیم بگیم اون مفاهیم و معارفی که در قرآن آمده به شکل عینی و مصداقی در نهج البلاغه دقیقاً همینه دیگه. آقا امیرالمومنین علیه السلام ترجمان قرآن کریمه، هم سیره عملیش هم بیان نورانیش. شما مستحضر هستید ما در زیارت جامع کبیرم وقتی ولی بزرگوار خدا رو خطاب قرار میدیم میگیم و تراجمة لوحیه. ما اگر میخوایم ببینیم قرآن چطور به منصه ظهور میرسه، حاکمیت اون چیزی که خدا در قرآن گفته اگر متبلور بشه چیه، آقا امیرالمومنین و سیره او در نهج البلاغه رو میبینیم. این نامه هایی که آقا امیرالمومنین علیه السلام نوشته، این خطبه هایی که خونده، با افرادی که در ارتباط بوده، اون کلمات قصار و حکمت هایی که از ایشون نقل شده، اینا همه نکاتی داره که هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و به معنای واقعی کلمه ما رو منطبق میکنه با اون ولی بزرگوار خدا. نهج البلاغه یعنی یه پنجره ای رو جناب سید رضی از نگاه امیرالمومنین به زندگی باز کرده. از پس این پنجره چی میبینه؟ ما میخوایم نگاهمون رو با اون نگاه یکی بکنیم تا مطمئن باشیم درست میبینیم، چون امیرالمومنین دارای عصمت، نگاه او برای ما مهمه. از این جهت جا داره که ما نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو حقیقتاً بهش بپردازیم، ببینیم آقا امروز مثلا به لحاظ سیاسی و جامعی بین الملل، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فردی، اصلا خود سیاست، اخلاق سیاسی، نگاه امیرالمومنین چیه؟ و امروز خیلی برای ما این حرفا درس آموزه. ببینید من اگر اجازه بدید یک مثال محضر مبارکتون عرض بکنم. یکی از مسائل مهمی که ما باید مورد توجه قرار بدیم در فهم معارف نهج البلاغه، نگاهمون نسبت به کتاب شریف صحیفه سجادیه است. من به دوستان عزیز مکرر عرض کردم ما اگر نهج البلاغه رو بخوایم خوب متوجه بشیم با صحیفه باید انس داشته باشیم. اگر صحیفه رو میخوایم خوب متوجه بشیم باید نهج البلاغه رو حقیقتاً انس داشته باشیم. و هر جفت این دو کتاب حقیقتاً ترجمان قرآن کریمن و بسیار ما رو تو این مسیر کمک میکنن. من به عنوان نمونه برای اینکه هم اهمیت و جایگاه کتاب شریف نهج البلاغه را توجه بدم و هم ارتباط تنگاتنگش با امام سجاد در صحیفه سجادیه، بعد این سیره عملی که الان حاکمیت داره رو من یک مقدار به یاری خدای متعال به روز رسانی بکنم این حرفا رو. به این معنی مثال عرض میکنم. الان یک جراحت بزرگی که در بدن اسلام عزیز اتفاق افتاده، این مردم مظلوم غزه و ظلمی که به اونها میرد. ببینید امام سجاد یک فرمایش رو در صحیفه داره. حالا نگاه امیرالمومنین رو شما در نهج البلاغه میبینید، با تمام وجود احساس میکنید اگر این دو وجود مقدس،
امروز در بین ما بودن، دغدغه اولشون در امت اسلام همین مردم مظلوم غزه بود. من یک نمونه مثال میزنم. اول صحیفه میخونم تا بگم نگاه امیرالمومنین در نهج البلاغه چقدر دقیقه. ببینید دعایی داره امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه که دعای ششم باشه. این دعای ششم عند الصباح و المساء، یعنی تا صبح من خواب پا میشم امام سجاد که اندم میگه بیا آقا جون، میگم جونم آقا جون، میفرماد این حرفا رو با خدا بزن و از او مطالبه کن و مسئلت کن. تا شب میخوام سرمو بزنم رو بالش، امام سجاد دوباره میگه بیا آقا جون، میگم جونم آقا جون. و اون حرفایی که گفتم صبح خدا بخوای و مسئلت کنی، امشبم بگو بعد بگیر استراحت کن. عند الصباح و المساء. حالا بند 18 رو دقیقاً دارم میخونم، نگاه امام سجاد رو خواهش میکنم نگاه کنید. بله. میفرماد خدایا و وفقنا فی یومنا هذا، ما را امروز، یه نکته هم تذکر بدم، ما در صحیفه سجادیه هم وفقنی داریم، مرا موفق کن، هم وفقنا داریم، ما را موفقمان کن. مثلا دعای 24 صحیفه سجادی میفرماد وفقنی، مرا موفقم بکن، چون دعای 24 در مورد پدر و مادره، پدر مادر منه، پدر مادر شما نیست. وفقنی للنفوذ فیما تبصرنی من علمه، اونی که باید در مورد پدر مادرم بدونم منو موفقم بکن، عمل بکنم و از این حرفا. شما هم باید بخونی بگی وفقنی هیچ پدر مادر شماست، پدر مادر من نیست، منم باید بخونم همین. اما اینجا امام قائل به کار جمعیه. وفقنا فی یومنا هذا، خدایا ما را امروز موفقمان کن، یعنی همون اول صبح امام سجاد منو دغدغه‌مند کرد. و لیلتنا هذه، نه تنها امروز بلکه امشب نیز موفق مان کن. اصلا نه تنها امروز، نه تنها امشب، و فی جمیع ایامنا، در تمام ایام عمرمون موفقمون کن. به چی؟ 13 تا رو پشت سر هم میشماره. جالب به شما بگم عین نهج البلاغه به ظهور رسیدن این 13 تاست. نکنید لاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر النعم و اتباع السنن و مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه و ارشاد الضال و معاونت الضعیف و ادراک اللهیف. اینو چه کنیم؟ این 13میشو الان دارم توجه میدم. خدایا دغدغه شبانه روز ما به فریاد رسیدن شخص لهیف باشه. لهیف فعیل به معنای مفعوله، یعنی ملهوف. ملهوف میدونید به کی میگن؟ نه. ملهوف به انسانی میگن که یک مضطر، دو مظلوم و مضطر، سه مستغیث، استغاثه هم میکنه. دقیقاً امروز مردم غزه رو داره توجه میده. مظلومی که مضطر و مستغیثه، استغاثه هم میکنه، به فریاد من برسید. یادم نمیره آقای عوامی اون صحنه‌ای که اون پیرمرد غزه‌ای جنازه ها و ابدان مطهر رو گذاشته بودن، این با اونها صحبت میکرد و گفتش که به پیامبر اکرم سلام ما رو برسونید، بگید که امت اسلام ما رو تنها گذاشت. و حالا که امیرالمومنین اصلا نگاهش نیست. الان میرم در نهج البلاغه میگم، اول خواستم این نگاه رو توجه بدم که دغدغه شبانه روز ولی بزرگوار خداست که ما به فریاد شخص مظلوم برسیم. خب حالا این رو توجه کردید، حالا میخوام بیام در نهج البلاغه. خطبه‌ای داره آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که من از همه مردم شریف اون، هر کس که برنامه ما رو داره تماشا میکنه، دعوت میکنم اگر الان موفق نمیشه بعد از این جلسه بره این نهج البلاغه رو باز کنه، این خطبه رو ببینه. خطبه 172 نهج البلاغه. این خطبه بخشیش ناظر به جریان جنگ جمله. یه چیزی هم من بگم، حالا کسایی که شاید کمتر شده، خطبه هام زیاد نیست. مثلا فکر اسمش کلمه خطبه میاد، الان 3 ساعت من باید بشینم خطبه بخونم. خطبه ها کوتاه، خیلی زمان نمیبره. البته خطبه های مفصل هم داریم که مثلا مثل خطبه قاصعه 192 که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است که جا داره اتفاقا ما در مورد این خطبه هم صحبت کنیم. فداش بشم سوار اسبم بوده این خطبه رو خونده. آقا بیرزا برسیم کوفه، تو مسجد کوفه تکیه بدیم، مثلا کولر رو روشن بعد شما نه همینجا. این نکاتی داره که ان شاء الله اگه خدا کمکم کرد حالا در این برنامه خطبه ها خیلی طولانی نیست. همینطوره. حالا سید هم عرض کردم جناب سید رضی هم به صورت مقطوع آورده. امیرالمؤمنین علیه السلام متاسفانه از طرف مردم زمان خودش، مخصوصا از بعضی سرشناسا، متهم بود. اینم بخشی از مظلومیت آقا امیرالمؤمنینه. فکر می‌کردن امیرالمؤمنین در جنگ‌هایی که میکنه، حالا فکر می‌کردن که به نظرم خودشونو به اون راه می‌زدن، وگرنه آقا امیرالمؤمنین علیه السلام از ابتدای عمر شریفش تا انتهاش جز خدمت به خلق نداشته و به تنها چیزی که فکر نمی‌کرده این که دنیا رو برای دنیا بخواد.
در این خطبه 172 فرمود قال قائلون، یه روزی یه کسی به من گفت انک علی هذا الامر ابن ابی طالب لحریصون. این کسی هم طبق نقل سعد وقاصه که هیچ وقت با امیرالمؤمنین بیعت نکرد و فرزند او هم آقا سید الشهدا رو در کربلا به شهادت رسوند که عمر سعد باشه. برگشت یه روزی به من گفت انک علی هذا الامر ابن ابی طالب لحریصون، تو بر این امر حکومت چقدر حرص داری. به تعبیر تاریخ 17,000 اهل قبله در جمل کشته شد. چرا اینقدر حساسی؟ برای اینکه خودت در رأس هرم حاکمیت بمونی چقدر آدم بکشتن میدی؟ الیاذ بالله، استغفر الله. میگه کافر همه را به کیش خود پنداره. حالا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من جوابشو دادم، فعلا ناظر به اون حرفا نیستم که بل انتم احرس، بلکه شما حریص‌ترید، من حق رو مطالبه می‌کردم و اینها. اینجا رو توجه کنید، من همین حرفا رو زدم برای اینکه به انتهای خود توجه بدم. قسم جلاله میخوره امیرالمومنین، فرمود فوالله. ببینید این نگاه امیرالمومنین در نهج البلاغه امروز اگر جاری باشه کسی دیگه بر نمیگرده در جامعه اسلامی در کشور عزیزمون بگه این مشکل مردم غزه است، به ما ارتباطی نداره. این چه حرف عجیب و غریبیه؟ شما یا بالاخره دنبال آقا امیرالمومنین هستید یا نیستید. اگر هستید این نگاه رو نگاه کنید، توجه کنید. که ادعاشون میشد به کجا رسوندن که ایشونو مجبور میکنن که ایشون بگه فوالله. قسم جلاله میخوره فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره. به خدا قسم اگر اینا، یعنی ناکسین، اون کسانی که تله و زبیر و منتبش عایشه اینا، این کسانی که اومدن در بصره آدم کشتن، فرض کنید یک نفر رو بیشتر نکشته باشن، اون یک نفرم بلا جرم جره، یعنی اون مظلومانه کشته شده. شما میدونید دیگه ریختن تو بصره فرماندار منصوب امیرالمؤمنین علیه السلام جناب عثمان ابن حنیف رو که پیرمرد محاسن سفیدی بود، سنی ازش گذشته بود. آقا موهای سر و صورتش رو همه رو کندن، نه تراشیدند. اشک میریخت وقتی پیش امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر بود. اونا تا تونستن آدم کشتن. فرمود بر فرض مثال یک نفر رو بیشتر نکشته باشن بلا جرم جره، جرمی هم مرتکب نشده، معتمدین لقتل، عمدن زدن کشتن. بر من علی ابن ابی طالب حلال است لحل لی قتل ذلک الجیش کله، تمام سپاه مقابل رو بکشن. چرا؟ یه نفس رو زدن کشتن، نفس در مقابل نفس، تمومش کن. نه چرا؟ فرمود اذ حضروه ولم ینکروا ولم یدفعوا عنه باللسان ولا بید، برای اینکه تمام اون سپاه حاضر بودن اونجا و فقط داشتن نگاه میکردن. اون مظلوم هم داره به ظلم داره کشته میشه یا بلایی داره سرش میاد، نه با لسانشان و نه اگر میتوانند قدرت دارن نگذارند و مورد ظلم واقع بشه یه حرکتی بزنن. هیچ دفاع نکرد از اون، یعنی همه وایسادن نگاه کردن. این یعنی همتون در قتل او شریکید، بر من حلال است همه سپاه را بکشم. بعد می‌دونید چه فرمود؟ فرمود دع انهم قد قتلوا من المسلمین مثل العده التي دخلوا بها علیهم. این بماند که به تعداد لشکریانی که داخل بصره کردن آدم کشتند. ببینید نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به شخص لحیف، ملهوف، مضطر، مستغیث اینه. امروز قضیه غزه در مرعا و مسمع به تعبیر حضرت آقا رهبر بزرگوار انقلاب در مرعا و مسمع همه عالم داره اتفاق میفته. کسی نمیتونه بگه ما مطلع نشدیم. آنلاین فیلمبرداری میکنه و اینا دارن میزنن. از این جهت نهج البلاغه با توجه به این نگاه خاصش به این مهم برای ما بسیار درس آموزه تا دیگه کسی اعمال سلیقه شخصی نکنه. انشالله خدا کمکمون کنه بیشتر از حضرت و فرمایشات حضرت و سیره حضرت انشالله خدا کمکم کنه بهره مند میشیم و مخاطبین رو در جریان بیش از پیش قرار میدیم انشالله. خواهش می‌کنم. انشالله ما 2-3 دقیقه تا پایان فرصت داریم. من یه حالا این بحثمون رو ادامه میدیم چون وقتمون کمه، من طرح سوال جدید در ادامه نکنم، ولی برگردم به این که پس ما از نهج البلاغه روش درست زندگی کردن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حوزه‌های مختلفی که تو زندگی هست رو میتونیم در بیاریم. همین الان که 1400 سال هم گذشته به روز میتونیم استفاده بکنیم و اینو علم شما و تجربه شما داره به ما میگه. ببینید ما دنبال اینیم در کشورداری اعمال سلیقه شخصی اگر امیرالمؤمنین قبلا اعمال سلیقه کرده نکنیم. اون جایی که خدا، رسول خدا، ولی بزرگوار خدا نسبت به یک موضوعی
نظر دارن، فرمایش دارن. دیگه من برگردم بگم به نظر من، ببخشید صاحب نظر من نیستم، شما هم نیستی. جایی که امیرالمؤمنین نسبت به یک موضوع علیه السلام نظر میده، دیگه من بگم به نظر من، این یعنی چی؟ زاویه‌ای که ما با امیرالمؤمنین بگیریم اصلا به صلاح ما نیست، چون این مطلوب امیرالمؤمنینه. وقتی این رو جامعه انجام نداد، امیرالمؤمنین غریب شد، نشد اون طوری که مد نظر شریفش کار رو به سرانجام برسونه. امیرالمؤمنین فقتل من قتل. امام حسن هم با همین نگاه فقتل من قتل، سید الشهدا علیه السلام همینطور، اهل بیت شریفش و صبی من صبی کجا و اقصی من اقصی. مشکل اینه اگر نگاه ها واحد نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، بینی و بین الله جامعه ما جامعه به معنای واقعی کلمه علوی بشه، ما یک الگوی واقعی رو به همه میتونیم معرفی کنیم به برکت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. ان شاء الله به مدد فرمایشات شما و مثل شما و استفاده کردن، ان شاء الله این توفیق رفیق راه همه ما باشه، مخصوصا توی این شیعه خانه اهل بیت. اگر به نظرم حاکمان ما و مردم ما این هر دو در مسیری که امیرالمؤمنین ترسیم کردن قدم برداریم، خیلی زود ان شاء الله به فرج و ان شاء الله ظهور خواهیم رسید. ان شاء الله همینطور. اوامری ندارین؟ خیلی بهره مند شدیم. ان شاء الله این بحث رو ادامه خواهیم داد. ان شاء الله یاری خدا. خیلی ممنونم. این فرمایشات انتهایی آقای اعوانی عزیز من یاد یه بیت انداخت، بخونم و با شما خداحافظی بکنم. گفت علی زیبایی هر سرنوشت است، اگر الگو شود عالم بهشت است. اللهم آمین یا حق. خداحافظ. آقا ممنون. زنده باشید.